به نام خدا. حکایت درویشی که شاه شد از بوستان سعدی. پادشاهی عمرش رو به پایان بود. هنگام مرگش که فرا رسید وارثی نداشت که ملک بسیار و لشکر فراوانش را برای او واگذار کند. او دوست داشت پس از مرگش جانشین او مردی دانا و فرهیخته باشد. به همین دلیل وصیت کرد که درویشی را جانشین او سازند. این درویش از سالها قبل پشت پا به همه مسائل دنیوی زده بود و در غاری در خارج از شهر مسکن گرفته بود و به عبادت خداوند مشغول بود. شاه دستور داد عده‌ای به سراغ او بروند و او را برای پادشاهی به شهر بیاورند. عده‌ای از سرداران لشکر و وزیران به راه افتادند و به غار رسیدند و پیغام شاه را به او رساندند. درویش در ابتدا گمان نمی کرد که موضوع واقعیت داشته باشد، ولی وقتی دید که همه سرداران و سربازان به او احترام می گذارند باور کرد که این موضوع واقعیت دارد. درویش به سوی شهر رفت و یکسره به کاخ رفت. زمانی رسید که شاه مرده بود و همه امور اینک به دست او افتاده بود. او از این که به پادشاهی رسیده است خیلی خوشحال بود. در ابتدا دستور داد که همه سرداران و وزیران به او معرفی شوند. از خزانه پرسید و از تعداد سربازان و مقدار مالیات و همه آنچه که مربوط به کشور بود. عده‌ای را از کار برکنار کرد و عده‌ای را بر سر کار آورد. مالیات ها را افزایش داد و بر تعداد زندانیان افزود. برای فتح سرزمین‌های دیگر لشکرکشی‌های بزرگی انجام داد و هر کسی که سر راهش قرار می‌گرفت می‌کشت. همه از او وحشت کرده بودند. مردم را بی‌دلیل می‌کشت و عده‌ای بسیاری را در بند و زندان گرفتار می‌کرد. سرانجام مردم از دستش به ستوه آمدند. عده زیادی با هم همدست شدند و با او به جنگ برخاستند. عده‌ای از سرداران و سربازانش هم به گروه مخالف پیوستند و سرانجام درویش فلک زده در کاخ محاصره شد و راه نجاتی برایش نماند. در اوج ناامیدی نامه‌ای برای یکی از دوستان درویشش نوشت و از او کمک خواست. به او گفت کار از جنگ گذشته، مگر تو دعایی بکنی که از این وضعیت نجات پیدا کنم، چرا که دعاهای درویشان پاک نهاد زود مستجاب می شود. دوست عزیز، فقط دعای تو کمکم می کند. دوستش که نامه را دید شگفت زده شده بود. به او جواب داد مگر جامه درویشی چه عیبی داشت که همه را رها کردی و حال خودت را به چنین دردسری انداختی؟ دیگر راهی نمانده. دوستان عزیز، از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات قشنگتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون معرفی کنید. خوش باشید.